باشید. انجمنهای خیریه، انسانهای مطمئنی که میشناسید، دوستانی که اونجا دارید تو مناطق سیل زده، مبالغ رو جمع بکنید براشون بفرستید. مواد غذایی پتومتو اینا لازم نیست. دردسرهای زیادی داره، رسیدنش مسائلش. بهترین چیز پوله و انسانهای امین. انجمنهای خیریه اهل سنت هم بندرعباس، هم سرود، هم تو منطقه، هم بستک، هم عوض، هم جاهای دیگه همه دارن جمع آوری میکنن. شماره حساب انجمن خیریه هم هست، سرود تو فضای مجازی هست. 50,000 تومان، 100,000 تومان، 10,000 تومان، 5,000 تومان، 500,000 تومان، هر چی به حساب برسید اونجا به دست انسانهای امین خواهد رسید. در خود شیراز تا الان فقط تو دروازه قرآن بیش از 200 تا ماشین سیل برد. بعضی ماشینا مسافران ناروزی که اتراق کرده بودن یا تو ماشین بودن با ماشین، بالاخره فیلم که نشون میداد خیلی فیلم تکان دهنده‌ای بود. بالای 200 ماشین فقط تو دروازه قرآن رو آب بود میرفت و همه، بعضی زیر گل میرفت، بعضی مسافر توش بود، بعضی اینا هموطنای ما هستن. دعا برای اونها هم داریم میکنیم، خدا بهشون صبر بده، خدا مصیبت رو ازشون دور بکنه، از کشورمون، از کل عالم اسلامی و اسلامی. خدا این سیلو از مناطق کشور دور بکنه. بارانی که تو دوستانی که اونجا دارید تو مناطق سیل زده، مبالغ رو جمع بکنید براشون بفرستید. مواد غذایی پتومتو اینا لازم نیست. دردسرهای زیادی داره، رسیدنش مسائلش. بهترین چیز پوله و انسانهای امین. انجمنهای خیریه اهل سنت هم بندرعباس، هم سرود، هم تو منطقه، هم بستک، هم عوض، هم جاهای دیگه همه دارن جمع آوری میکنن. شماره حساب انجمن خیریه هم هست، سرود تو فضای مجازی هست. 50,000 تومان، 100,000 تومان، 10,000 تومان، 5,000 تومان، 500,000 تومان، هر چی به حساب بریزید اونجا به دست انسانهای امین خواهد رسید و گوشی از مشکلات برادر و خواهرتون رو حل می‌کنید. مجددا براتون آرزوی موفقیت دارم.